دوستان عزیز، در این جلسه قرار است در مورد possessive nouns یعنی اسمی ملکی بخوانیم. use apostrophe s to show ownership. از apostrophe s برای نشان دادن مالکیت استفاده میشه. ownership به معنای مالکیت. example: سارا's book. کتاب سارا یعنی کتاب و سارا متعلق است، یعنی صاحب آن را نشان داده. و چند تا قوانین داره. rule C number 1: for the two people put apostrophe s after the second name. برای دو نفر از apostrophe s را بعد از اسم دوم میگذاریم. example: Ali and Sue house. Ali and Sue's house یعنی خانه علی و سو. اگر بعد از هر اسم apostrophe استفاده کنیم یعنی که Ali's house and Sue's house یعنی که علی صاحب یک خانه است و سو یک خانه است، یعنی هر کدام اینا صاحب یک خانه جدا است. اگر بعد از اسم اول و دوم بعد از دوم اگر یک تا apostrophe استفاده کنیم یعنی هر دوش صاحب یک خانه است. names end in s. اگر اسمی که ختم شده با s در آن صورت دو تا روش داریم، یعنی اد میکنیم apostrophe s را یا اد میکنیم فقط کامه، فقط اضافه میکنیم کامه یا که apostrophe s اضافه میکنیم. example: Anis book یعنی که کتابی انیس میتونیم هم apostrophe s اضافه کنیم، هم میتونیم فقط یک تا کامه استفاده کنیم. در اینجا هر دو روش درست میباشد. و possessive nouns after the plural nouns. اسم ملکی بعد از اسم جمع. plural nouns end with s at comma. اگر plural noun اسم جمع ما ختم شده همراه s فقط کامه میگذاریم. example: students book یعنی کتاب های شاگردان. اینجا students با s ختم شده، از او خاطر فقط کامه میگذاریم برای plural nouns. و dogs owner صاحب سگ ها، اینجا dogs با s ختم شده به خاطر که جمع شده، از او خاطر فقط یک کامه میگذاریم. و plural nouns doesn't end with s. اگر plural noun اسم جمع ما ختم نشود با s در آن صورت میگذاریم apostrophe s. example: children از جمله plural noun است که singular noun از میشه child، اما اینجا children به صورت جمع آمده و با s ختم نشده، از او خاطر apostrophe s میمانیم. children's toys یعنی بازیچه های اطفال ها. و the feet pen درد پاها. singular nouns برای اسم های مفرد apostrophe s همیشه استفاده میکنیم. the teachers example: the teachers pen یعنی قلم استاد. Thank you so much for your watching.